امیرعلی هستم با یک آپشن دیگه. اومدیم رو پراد سامانه موشکی زمین به هوا گذاشتیم. در این قسمت گردگیر باز میشه و سامانه فعال میشه و شلیک رو انجام میده. درست کارتیزی هستش ولی با یک نحوه جدید میتونیم به واقعیتش تبدیل کنیم. الان ما سیستم رو فعال میکنیم تا در گردگیر باز شه. همونجوری میبینیم که باز شد و سکوی پرده هم به حالت 90 درجه در اومد که ما داخلش از این موشک‌های زابل 1 که مجهز به کلاهک هسته‌ایه که با خاک‌های 120 روزه ساخته شده که الان ما سیستم پرتابش رو فعال میکنیم تا شلیک انجام بشه. همچنین فعال شد و انجام شد.